روسافوب نیستم. من سیستمی روسیه دوست نمیدارم. من جنگجویی روسیه دوست نمیدارم. من میدانم تاریخ اون روسیه از ایوان سه تا امروز و دیدم که در این مدت 500 ساله که این مملکت وجود دارد، اما سیستم دولت داریش بد است، چون جنگ خواه است، چون خونخوار است. پوشکین می نویست و پوشکین، اگر از پوشکین سر کنیم و کرمزین خونیم، بله ما میبینیم که همه وقت خون بود، همه وقت مکیدن خونی کافکاس، مکیدن خونی آسیای مرکزی، همه وقت مکیدن زمین های باشقیر و تاتار و قزاق گرفتن، همه وقت یک جای گرفتن. زمین نمیرسد، زمین نمیرسد که تو میگیری با پنج ولایت اوکراین از خود میکنی و افتخار میکنی. از یک کره زمین از 6 یک قسمش از تو است. 100 زیاد باشد 110 میلیون اهالی داری، همچون افیکسر 146 رو از 7 بفکرم. زمین نمیرسد. 146 میلیون، بنگلادش 200 میلیون آدم دارد، در روی خریطه جایش نیست. این قدر زمین نمیرسه که میره زمین دیگر میگیری، میره ابخازی میگیری، میره اسیتی میگیری، میره پریدنستروی میگیری، میگی که پولش از ما است، پریبالتیک از ما است، آسیای مرکزی از ما است. برای چی کار میکنی تو این قدر زمین؟ برای چی تو این قدر آدم میکشی؟ رفتن زدن فنلاندیا سال 39، رفتن زدن فنلاندیا میخواستن گیرن. فینا 120,000 آدم گم کرد. 120,000 برای فنلاندیا. فینا نماندن، جنگ کردن، شکست خورد. این جنگ خیلی سختی روسیه بود، شکست خورد. همون یک قسمش کم گرفت، کاریلسکی پولوستروف میگن، از کاریلیا. ببینید برادر، این قسمت فنلاندیا همون باغ، همون جنگل، آبادترین و خوشبختترین ملت جهان است فنلاندیا. این طرف همون زمین قشاقترین جای روسیه است. تسلیرک، الکاگالیسم و خاری و قشاقی. من برای هم میگم، من نمیگم که من روسافوبم، من سیستم دولتیش قبول ندارم.